الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهدایه. الله را شکر گزاری میکنم بر نعمت اسلام. الله را شکر گزاری میکنم بر نعمت هدایت که ما را از نعمت هدایت محروم نگردانیده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروزها در شبکه‌های اجتماعی صدای زنهای مسلمان بلند شده است، چون ما را مجبور کردند که صدای خود را بلند کنیم، زیرا که منافقان و دشمنان دین الله دست درازی کرده ایستاده اند به عفت و پاکدامنی زنهای مسلمان و میخواهند حجاب زنهای مسلمانان را با بهانه فرهنگ بیگانه بکشند. بدانید ای دشمنان حجاب، ما زنهای مسلمان این حجاب را تنها به خاطر الله پوشیده ایم، چون امر الله است. عفت و شرف زن مسلمان است. ما هیچگاه حجاب خود را نخواهیم کشید. ای دشمنان دین الله، اگر با زوری این حجاب ما را کشیدن خواهید، بدانید که با برابری حجاب سرمان را نیز از تنمان جدا خواهید کرد. شما فکر نکنید که با 2-3 نفر از زنهایی که قدر و قیمت حجاب را نمیدانند حجابشان را کشیدن از ترس شما و توانستید که شما حجاب آنها را بکشید، ما نیز حجاب خود را میکشیم. نه، هرگز این فکر را نکنید، چون ما حجاب خود را هیچگاه از سر خود نمیگیریم. ما جان خود را فدای دین الله میکنیم، فدای این حجاب میکنیم. راضی هستیم که جان ما گرفته شود اما حجاب ما از سر ما گرفته نشود. ما تیار هستیم که به خاطر حفاظت حجابمان دنیایمان را بفروشیم. فکر نکنید که ما به مانند او زنهایی که به خاطر 3000 سامانی 4000 سامانی حجاب خود را از سر گرفتن به مانند آنها نیستیم. ما هیچگاه به مانند این گونه زنهایی که از برای دنیا و از برای مال دنیا دین خود را فروختن، ما اونگونه زنها نیستیم. ای دشمنان دین الله، امروز شما مغرور نشوید به آن قوه‌ای که در دست دارید، به آن دست درازی که دارید مغرور نشوید. فکر نکنید که مردان مسلمانان تاجیکستان امروز سکوت کردن آینده هم سکوت خواهند کرد. نه، هرگز. شاید این مردان مسلمانان تاجیکستان ترس از جان خودشان یا به خاطر حفاظت عائله اشان سکوت کردن، چون معلوم است در تاجیکستان کسی صدا بلند کند، نه تنها صدا بلند کننده را بلکه عائله اش را نیز به تهدیدها حتی به زندانها خواهد انداخت. ای دشمنان دین الله، بدانید که ما مادران مسلمان فرزندهای تربیه خواهیم کرد که دستان شما را کوتاه خواهند کرد و قوه شما را از دستتان خواهند گرفت و جان شمایان را به حلقومتان خواهند آورد، چون این فرزندها اشکهای مادرانشان را دیده بزرگ خواهند شد و جواب اشکهای مادرانشان را خواهند گرفت از شمایان. ما مادران مسلمان فرزندان خود را آنگونه تعلیم میدهیم که قیمت دین الله بالاتر است از جانشان. آنگونه تربیه خواهیم کرد که به خاطر دین الله جان خود را فدا خواهند کرد
انتظار باشید ای دشمنان دین الله، به سراغ شما خواهند آمد فرزندان ما. ای دشمنان دین الله، انتظار باشید که فرزندانی مادران مسلمان به سراغتان خواهند آمد، نه با صداهایشان بلکه با سلاحهایشان خواهند آمد. من یک مادری مسلمان همه فرزندانم را آنگونه تربیه خواهم کرد که جانشان را و حتی عائله اشان را فدای دین الله خواهند کرد. ای مادران مسلمان، فرزندان خود را تعلیم بدهید که دین الله قیمت‌تر و با ارزش‌تر است از جان و خانواده اشان، تا اینکه به مانند امروزه مردان مسلمانان تاجیکستان نباشند، بلکه به مانند صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و به مانند امتان گذشته باشند. بار الها به دستان فرزندان ما دینت را نصرت بده. امین. بار الها به دستان فرزندان ما مادران مسلمان دشمنانت را به هلاکت رسان. امین یا رب.